بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. مرحبا، من جهاد اتربانی شما را به برنامه 100 تا شخصیت بزرگ خیر مقدم میگویم. 100 تا شخصیت بزرگ محض همین گونه نامگذاری شده است برنامه‌ای که من با توفیق الهی پیشکش شما میکنم. ابتدای برنامه مذکور به سنه سال 1978 میلادی راست میآید. محض در همین سال فیزیکدان و ستاره‌شناس آمریکایی مایکل هارت کتابی را به چاپ رسانید که درباره 100 شخصیت تاثیربخش تاریخ بود. این مورخ برجسته آمریکایی 100 شخصیت را از تاریخ انسانیت به حیث قهرمانان کتاب خود انتخاب کرد. میبایست قید کرد که کتاب این دانشمند یهودی تبار آمریکایی بسیار رویدادهای نظررس تاریخی را فرا گرفته است. همچنین این کتاب نظر بی‌غرضانه تاریخی را داراست. چیزی که واقعا تعجب آور است این توجه مردم مسلمان به این کتاب است. بسیاری از مسلمانان فخر میکنند که هارت و مسلمانها احترام گذاشته نام پیامبر اسلام را در کتابش در مد اول گذاشته است. واقعا هم باعث فرحمندی است که هارت مسلمانان و پیامبرشان را در کتابش ذکر کرده است. اما بسیاری از مسلمانان یک چیز را صرف نظر کردند که هارت در برابر نام پیامبر صلی الله علیه و سلم نام‌های دیگران را نیز در کتابش جای داده است که در میان آنها نام‌های جنایتکاران بزرگ به مانند هیتلر و چنگیزخان. اینچنین در کتاب او نام بودا جای دارد که از روی ترتیب در مقام چهارم می‌ایستد و هر چنین می‌پنداشت که بودا در مقام اول باشد، اما پیروانی و از پیروان محمد علیه السلام به مراتب کم هستند. یک چیز باعث تأسف و نگرانی است که نویسنده در کتابش بعد از محمد علیه السلام نام هیچ یک از یاران و پیروانش را ذکر نکرده است مگر یک نفر را. او پنداشته است که فقط یک نفر به تاریخ اثر گذاشته است و آن هم الفاروق عمر ابن الخطاب رضی الله عنه. از یاران و پیروان محمد صلی الله علیه و سلم شخصیت‌های زیادی بودند که نه تنها به تاریخ اسلام بلکه در تاریخ بشریت نقش گذاشتند. از این رو چند سال پیش تصمیم گرفتم تا کتابی را درباره تاریخ امت اسلام پر را تألیف کنم و رویدادهای مهم تاریخی امت اسلام را پیشنهاد کنم از ابتدا تا به این روز، و خواستم آن را با شکل شوق‌آور و معاصر بنویسم. سراول فکر داشتم که تألیف کتاب 2 یا 3 ماه را در بر خواهد گرفت، اما پس از 1.5 سال مهنت بردوام و جستجوی سرچشمه‌های فراموش شده تاریخ، بالاخره با فضل و عنایت الهی در سال 2010 کتاب خویش را زیر عنوان 100 تا شخصیت بزرگ امت اسلام که مسیر تاریخ را تغییر دادند و تألیف رسانیدم. پس از تألیف این کتاب یک چیز را درک کردم که گویا همه ما با مفهومی چون هجوم و نفوذ به تاریخ برخوردار شده ایم. هجومی که من شخصا یکی از قربانیانش بودم. حقیقت تلخ این است که ما از تاریخ خود خیلی هم کم آگاهی داریم و آن چیزی می‌دانیم و به ما آموختند اکثریت گفته و دروغ است. اما توجه و نظر مردم غیر چشمداش و تعجب آور بود و من از اداره چاپ و تحریر زنگ زده گفتند که چاپ اول کتاب در دکان و بازارها در طول 2 ماه پوره فروخته شدند و بعداً من یک چند چاپ دیگر را به کشورهای مختلف عربی فرستادم. پس از این هم به من نامه‌ها و درخواست‌های بسیار می‌نوشتند که مرا به تفکر وادار ساخت. به شک که این کتاب نه به خاطر مشهور بودن من به دیگران پسند آمد، بلکه به خاطر آن بود که جوانان تشنه دانستن تاریخ خود هستند. تاریخی که به تخریف و دروغ نویسی های زیاد مبتلا شده است. پس از درخواست و پیشنهادهای زیاد تصمیم گرفتم این برنامه را با عنوان 100 شخصیت بزرگ امت اسلام پیشنهاد کنم. در این برنامه با توفیق الهی ما با شما سیر تاریخی میکنیم
با هم از اثرهای گوناگون تاریخی بشری عبور خواهیم کرد. از مانع‌های زمان و مکان می‌گذریم. به گوشه‌های گوناگون کره زمین حرکت می‌نماییم. از ژاپن به شرق، از چیلی به غرب، از قطب شمال تا شمال، از افریقای جنوبی تا جنوب سفر خواهیم کرد تا از تاریخ 100 شخصیت بزرگ امت اسلام که راه تاریخ را تغییر دادند آگاه شویم و از زندگی هر یکی از آنها که در زمانهای گوناگون زندگی می‌کردند برایتان نقل کنیم. در این برنامه می‌کوشیم تا از زندگی پربرکت پیامبر صلی الله علیه و سلم، نقل و روایت یاران و صحابگان و خلیفگان مسلمانان خبر دهیم. به تاریخ جنگ‌های صلیبی، هجوم مغول و تاتارها، اینچنین به استعمار و تصرف مملکت‌های عربی از سوی اشغالگران اروپایی در 2 عصر اخیر شناس می‌شویم. کوشش به خرج می‌دهیم تا از تاریخ تمدن اسلامی آگاه شویم. تاریخ اندلس یا اسپانیا را یادآور می‌شویم و رویدادهای تاریخی فتح این کشور و حکومت اسلامی در اینجا نظر خواهیم کرد. با تاریخ خلیفت اسلامی کوردوبا و پس آن امارت اسلامی طائفه، بعد از آن با ایمپریای مراوی‌ها و اینچنین سلطه موحدان آشنا خواهیم گشت. همچنین سبب شکست اندلس، زندگی مردم مسلمان پس از شکست آن و سرچشمه‌های تاریخی دایل به انقلاب خلقی در این کشور بررسی می‌کنیم. و تاریخ شکنجه‌های وحشیانه مسلمانان از جانب طرفداران کلیسا در اندلس، از سیر و اسرار زندانی‌ها و ماشین‌های وحشتناک شکنجه‌دهی به خبر می‌شویم. پس آن بافلات بزرگ برای نبردهای در سفر که از بزرگترین نبردهای بحری در اسلام میباشند شنا خواهیم کرد. با فلات بحری خلافت عثمانی سفر بحری را دوام میدهیم تا به ساحل‌های آمریکا نرسیم. زندگانی هندوهای سرخپوست را می‌آموزیم. مشخص می‌کنیم که آنها مسلمان بودند یا نه. سیرهای مهم تاریخی آنها را می‌کشیم و از مناسبت آنها با اسلام، جنایت وحشیانه اسپانی‌ها و پرتغالی‌ها را در آمریکای جنوبی خواهیم آموخت. اینچنین رویدادهای وحشیانه تاریخی بشری را در آمریکای شمالی یعنی تاریخ غلامداری بررسی می‌کنیم. همچنین حرکت انقلاب سیاه‌پوستان را برای آزادی و مناسبت اسلام را در این حرکت‌ها معین می‌نماییم. در این برنامه ما تاریخ تولید دوباره و احیای اسلام را در ترکیه خاطررسان خواهیم کرد و ورود اسلام به هندوستان را با جزئیاتش بررسی می‌کنیم. پس آن تاریخ ایران را از ابتدای تمدن تا دولت ساخته امروزه خمینی را بیان می‌سازیم. می‌کوشیم تا سبب نفرت آنها را نسبت به عرب‌ها معین کنیم. پس از آنی که تاریخ عرب‌ها را همچون جامعه اسلامی آموختیم، ما در این برنامه به حرکت‌های آزادی‌خواهی کشورهای عربی، همچنین به تاریخ آزادیخوان و قهرمانان در مراکش، الجزایر، تونس، لیبیا، مصر و فلسطین نظر می‌نماییم. در این برنامه درباره واژه توحید، یکتاپرستی سخن می‌گوییم و درباره تاریخ 3 تن از قهرمانان و پشتیبانان توحید که در نجد، حجاز و مauritania زندگی می‌کردند حرف خواهیم گفت. همچنین در این برنامه تاریخ فلسطین، تاریخ برخورد مسلمانان با صلیبی‌ها و با زرتشتی‌ها را بررسی خواهیم کرد. کوشش می‌نماییم تا در شکل عمومی همه دوره‌های تشکل امت اسلام را بیان کنیم. همینطور در آخر این برنامه با نظر صحیح و عمیق به تاریخ اسلام نظر می‌نماییم. خیلی می‌ندار می‌شویم اگر به شبکه ما در یوتیوب ابونه شوید تا همه قسمت‌های این برنامه را تماشا کنید و بسیار شاد می‌شویم از درخواست و سوال‌های شما در زیر هر یک نوار. قسمت نوبتی برنامه را انتظار باشید چون مهمترین قسمت می‌باشد تا مقیاس مثبت را که مسلمانان قربانی او گشتند درک کنید. با ما باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.